سلام دوستان، چطورین؟ این ماشین ظرفشویی ماست که حدود 5 سال برامون کار کرد. خیلی ازش راضی بودیم، خیلی کم مصرف بود و قابلیت‌های زیادی داشت. مثلا کمرمون درد نمی‌گرفت. مارکش الکترولوکسه و برای کسایی که دوست دارن بدونن این ماشین رو حدود 5 سال پیش 7000 کرون خریداری کردیم، اما الان قیمتش بالای 12000 کرونه. به هر حال یک هفته بود که کارش رو درست انجام نمیداد و منم ظرفا رو با دست شستم. ایرادی اصلا توی این کار نیست، ولی خب من دست‌ها و انگشت‌های قوی ندارم. همینجونم که یه نفره، ولی خب جای چند نفر همیشه هنر داره. آدم هندی هستش. این ماشین رو مرتب کرد، جمعش کرد و امروز باید بره توی انباری بذاره که لوازم کار نمی‌کنن. و به هر حال هر چیزی عمری داره و وقت رفتن همه چی فرا میرسه، همه چی یه روزی تموم میشه. ماشین ظرفشویی که جای خودش رو داره. خب ماشینی که امروز سفارش دادیم، ماشین ظرفشویی جدیدمون رسید. خیلی هیجان زده هستیم، خیلی خوشحالیم که افتتاحش کنیم. این ماشین هم مارکش الکترولوکسه، کم مصرفه، اما خب حقیقتا اون همه قابلیت مثل ماشین قبلمون رو نداره. ولی خیلی خوشحالیم از اینکه قرار کارمون رو راه بندازه و مشکلمون حل شد.